پرواز کردن توی ماینکرافت کامپیوتر خیلی آسونه، خیلی هم لذت بخشه، ولی تو ماینکرافت موبایل نمیدونی چی کار کنی. رفتی من 2 اسم دارم، یکیش مهرانه. حالا چرا میگی؟ گفتم اون واسه چنل دومم، این چنل اولمه. چه کار میکنی؟ اولین کار که میکنی میدونی چیه؟ وقتی که این دنیا لاد شد به تو میگم. خب الان دنیای من لاد شد، نمیتونم. اولین کار که میکنم میام توی ستینگم، می تنظیمات. بعدش کار میکنم میام توی بخش لمس. خیلی راحته، بین اینو اینو انتخاب میکنی، همینی که 5 تا دکمه داره. بعد حالا چی کار میکنی؟ تو توی کریتیو هستی، یا الکترو تنل میکنی و هر کدوم از فایر ورکا این قدرتش هیچی نیست. بعد میای فوروایول میکنی، چون توی کریتیو باید اینجوری کنی بعد بزنی. توی فوروایول چجوری؟ اینجوری. من اینجا به من اینقدر فاش دادی ریدم دهنت. اینقدر به من فاش نده ریدم دهنت. میای دو با اینجوری. شما چجوری مابیور میکنی؟ اینجوری. پس اینم باید هم اینجوری، اینو همین که باش میپری تو میبینی. بعد یهو اینو میبینی، دیدی؟ همین که نشانه است اینجوری. نگاه، لایک سابسکرایب یاد نره وگرنه گی.